Ай, گرفتیم شوزی میویم. فیقان دلخراش مادر دخترک 5 ساله تاجیک تجاوز جنسی و قتل هویدای خردسال در مسکو در روز 22 ایول سال 2018 یک خاطره مغشوش است که نه تنها والدان هویدا بلکه صدها هزار مهاجر تاجیک در روسیه با خود به سال 2019 میبرند. آرزوی پدرش در سال آینده این است. سال سوش دبریمش اشتراک کنیم که عمر بود آبسش کنیم. الکساندر سیومین جوان 27 ساله که به قتل هویدا متهم می شود به احتمال غالب سال 2019 در نزد دادگاه جواب می گوید، ولی هر جزای سختی که نگیرد دختر نازنین مهاجران تاجیک دیگر بر نمی گردد. از تابستان سال 2018 نه تنها فاجعه هویدای ناکام همچنین جام جهانی فوتبال هم در یاد مهاجران میماند، البته نه با بازی‌هایش بلکه با اخراج زیادی مهاجران تاجیک از روسیه. در آستانه بازی‌ها که از 14 ایون تا 15 ایول ادامه کرد، مقامات روسیه هزاران مهاجر را در کوچه و خیابان‌ها دستگیر کردند و سیل به تاجیکستان فرستادند، از جمله آنهایی را هم که در روسیه قانونی کار و اقامت می‌کردند. پاتنت و رجیستراسیام تا 13 августа بود. من 10 روز پیشکی از تمام شوی سروک پاسپورتم گفتم من میرم خونه. نه گفتم من گرفته ویدوارینی هم ویز مزپرد موندگین. من اینجا چکم در دست مای رجیستراسیام در دست مای. قسم مهاجران زیادی که در این 12 منطقه که جام جهانی فوتبال برگزار گردید در اینجا کار کردن و مبلغ خوبی هم به دست آوردن. متاسفانه در این بین چنین هم شد که مهاجران کاری در ورزشگاه‌های کلان کار کردن و مبلغ دلخواه خود را یا به دست آوردن نتوانستن یا به آنها ندادن، از آن جمله در ساختن ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو. از دیگر طرف گیریم از همه بدترین برای مهاجران این بود که در مدت یک روز باید که ثبت نام می‌کردند که این در شرایط آن وقته و عموما در امروزه شرایط هم عموما ناممکن است. بعد همه اخراج و راندن‌ها از قلمرو روسیه، مقامات رسمی تاجیکستان ماه اکتبر سال 2018 به مسکو رفتند و در آنجا خواستند ماموران پلیس روسیه از این کارها کمتر کنند. در نشست وکیلان مردمی تاجیکستان و روسیه و هم مقامات بلندپایه دوشنبه خواست مقررات ثبت اقامت برای مهاجران اندکی هم باشد سبکتر کرده شود. С целью улучшения условий пребывания граждан обоих стран برای بهتر کردن شرایط اقامت شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر، ما پیشنهاد داریم که مسئله آزاد کردن آنها از ثبت محل اقامت در مدت 3 روز مقرر شود. مهلت عمومی سکونت آنها در روسیه تا 180 روز دراز کرده شود. چنین شرایط برای قانونی کردن حضور مهاجران کمک می‌کند و تعداد مهاجران غیر قانونی را بسیار کاهش می‌دهد. отпадает необходимость частого выезда, пересечения госграницы. مقامات تاجیکستان همچنین خواستند پرونده‌های 80,000 مهاجر تاجیک که برای قانونشکنی ناچیز مثلا نسپردن پول تلفن از حق ورود به روسیه محروم شدند بازنگری شود و آنها توانند دیگر باره برای کار و تحصیل به روسیه برگردند. مقامات روسیه وعده دادند که در سال 2019 سر این مسئله اندیشه می‌کنند، اما یک وعده که مقامات روسیه در آخر سال 2018 دادند مهاجران را غمگین و مایوس کرد. آن هم وعده بالا بردن ارزش پتنت. مثلا در پایتخت روسیه پتنت 4500 روبل بود، از سال آینده 5000 روبل می شود. همین گونه مهاجر اگر در مسکو 1 سال کار کند باید برای پتنت $1000 بپردازد و این هم آسان نیست. У иммигрантов так вот проблема до выше крыши, да. مشکلات مهاجران به این هم از سر و گوششان زیاد است. برای ما دیگر زندگی در قلمرو روسیه مشکل شده است. برای اجاره خانه، برای پتنت، برای راهکرا و دیگرها باید پول بدهید. هیچ چیزی برای خودت نمیماند. قلمرو روسیه را هم ترک کردن نمیتوانی، زیرا برای ترک آن پول جمع کردن نمیتوانی. اما حیات مهاجران کاری تاجیک در روسیه مثل همیشه در برابر سختی و مشکلاتش آری از لحظه‌های خرسندی و افتخار نبود. کامران، کالیاشا بریم برو. толкай его, да.
رفتار 4 مهاجر تاجیک در روز 7 ایول سال 2018 که یک زن و نورس روس را از چنگال مرگ و از غرق شوی نجات دادند در شبکه‌های اجتماعی وسیع پخش شد. بسیاری ها به کامران و رحیم جان و مظفر و حلیم از پنجکند آفرین گفتند و یکی هم در حقشان چنین دعا کرده است: کاش روز شود و در وطن خود رزق و روزیتان را بیابید. تاجیکی آوارم.